مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و روسیه سپس در ملاقاتی وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. روسیه برای تاجیکستان یکی از شریکان اساسی سیاسی و اقتصادی میباشد. اصرار داشتند در آغاز مذاکرات سرور دولت ما محترم امام علی رحمان. در ادامه محترم امام علی رحمان ذکر نمودند که ما در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری همچنین در بخش امنیت همکاری نزدیک داریم. با یادآوری از جلسه چند پیش برگزار شده کمیسیون مشترک بین حکومتی عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی، سرور دولت ما محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که بسیار مسئله ها در دایره کار این کمیسیون حل خود را می‌یابند. تاکید گردید که سندهای امروز امضا شونده نیز بر رشد همکاری برای هر دو کشور سودبخش تکانی نو می‌بخشند. گفت و شنیدهای سطح عالی تاجیکستان و روسیه دایره وسیع مسائل از ساحه‌های انرژتیک، بخش‌های گوناگون صنعت، سرمایه‌گذاری، نقلیات، کشاورزی و اقتصاد رقمی تا علم و معارف و امنیت و مدافع را فرا گرفتند. در این زمینه با آماده نمودن کادرها و متخصصان درجه بلند ساحه‌های گوناگون و همچنین به مهاجرت مهنتی و گسترش رابطه‌های بین منطقوی توجه ظاهر کرده شد. امکانات توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های استخراج معدن و صنعت کارکرد، بخصوص کارکرد محصولات کشاورزی، صنعت سبک و خوراکواری و تولید مصالح ساختمانی مورد توجه قرار داشت. گسترش دالان‌های نقلیاتی و لوجستیکی، تامین استواری شبکه‌های بارکشانی، رشد همکاری در سمت اقتصادیات رقمی و تطبیق تکنولوژی‌های نو در مد نظر قرار گرفت. هماهنگی و همکاری زیچ مقامات حفظ حقوق مدافع و خدمات مخصوص دو کشور در سمت تامین امنیت، از جمله مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و ایدئولوژی رادیکالی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای کیبری و دیگر شکل‌های جنایتکاری فرامرزی با قناعتمندی تاکید گردید. اظهار باور کرده شد که گسترش شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه به نفع مردمان هر دو کشور و تحکیم صلح و ثبات درازمدت در منطقه خدمت خواهد کرد.